تست بعدی که در واقع وجود داره این تست داینامیکی پنل هستش که پنل میاد این پایین قرار میگیره، در واقع این فک باز میشه، پنل میاد روی این دوتا فک قرار میگیره و میاد این در واقع جک ها میاد روی خود قسمت پنل تحت فشار حدود تقریبا بین 4 تا 6 ساعت قرار میگیره و این در واقع باعث میشه توی تنش های که حالت باد که میاد لنبر میندازه روی پنل رو استقامتش رو چک میکنه که بعدش هم تست میکروکرک رو در واقع روش میگیرن که میکروکرک نکرده باشه. این هم یه مدل دیگه در واقع تست داینامیکی است که پنل این لا قرار میگیره توسط این کیسه های باد حالت متکایی تکون میخوره تو تنش های بادی که بخواد باشه و تمام این تست ها رو در واقع باید یه پنل پاس بکنه. البته میدونید که اینا به صورت رندومی میان این کار رو انجام میدن، ولی توی خرید شما میتونی هر تعدادی که میخوای بیارید در واقع پنل تو تست کنید. مثلا این باری که حالا هر شرکتی بوده که خریدش رو انجام داده اومده مثلا حدود 3 تا 5 تا هست، حدود تقریبا 12 تا پنل هستش رندومی تو بارش در آورده، گفته آقا اینا رو برای من تست استاتیکی و در واقع داینامیکی و تست عایقی اینا رو برای من بگیرید که من ببینم که بارم به چه صورت بوده.